یک مولو از ولایت خورزم ازبکستان کارمندان پلیس را به دخالت در امور خصوصیش عیبدار کرد. نوار عشقورزی عبدالحمید اوتاجانوف 61 ساله به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. عبدالحمید اوتاجانوف میگوید نوار شهوانی را 6 سال پیش پلیس ثبت کرد. در این نوار مولای اوریان همراه با یک دختری جوان است. همچنین دیده می شود که کارمندان پلیس به حجره وارد شده این مرد و دختر را بازپرسی میکنند. من قبل از برنامه با سیروژین اسلام همکارم از بخش ازبکی صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا با گذشت چند سال مولو اکنون به دادگاه برای شکایت می رود. خب شهروند ازبکستان که در شهر اورگنج زندگی می کند میگوید که اصلا این قضیه پوشیده شده بود، ولی یک ماه اخیر در شبکه‌های اجتماعی این ویدیو نوار پخش شده است و از این او خیلی نگران شده است و به گفته او، به اعتماد او، کارمندان پلیس عمدن این کار را کردند و عمدن این ویدیو را، این نوار را پخش کردند. بعداً من از سیروجدین پرسیدم که هدف پخش نوار چی بوده است؟ از پخش این خب البته بدنام کردن یک مولایی که در شهر اورگنج نام دارد و نفوذ دارد. به هر حال این نشان دادن آن است که مثلا بینید مولاهای کشور ما چگونه کارها را میکند و از دین دورتر شوید. گویا همین مسیج را، یعنی همین پیغام را دادنی بودند. سال دیگری من از سیروجدین در مورد عکس‌العمل مقامات به دعوای مولا بود. خب عکس‌العمل شما روزهای 27 و 28 آگوست با کارمندای پلیس شهر اورگنج ولایت سرخنده‌ای صحبت داشتیم و آنها وعده دادند که این قضیه را دنبال میکنند و آنهایی که در این حادثه دست داشتن البته به جوابگری کشیده میشد، ولی ما قضیه با چی انجامید تا هنوز نمیدانیم. اصلا ثبت و پخش نوارهای شهوانی افراد روحانی در کشورهای آسیای مرکزی پدیده رایج است. از جمله مفتی قرقیزستان را همین گونه در میهمانخانه ثبت کردند و در تاجیکستان چنین مثالها خیلی زیاده. ولی در همه این حالت‌ها روحانیان برای دفاع از خود صدا بلند نمی‌کردند، اما عبدالحمید اوتاجانوف برخوردی دیگر کرد. سبب چیست؟ این سوال را نیز من از سیروجدین پرسیدم. اولش این است که مولا میگوید که این حادثه در خانه او با خواهش زن و خودش روح افتاده است و او قانون را نقض نکرده است، یعنی قانون نشکسته است. آنهایی که به خانه او در را شکسته در آمدن برعکس قانون را شکسته میگوید و به زندگی شخصی من دخالت کردن میگوید این مولا و اساس هم دارد. برای همین در شبکه‌های اجتماعی خیلی تنقیدم کردن، گفتن که پلیس چه حق دارد، کارمند امنیتی چه حق دارن که به خانه یک نفر درآیند این کار را کنند، چون در ویدیو دیده می شود که زن نیست با خواهش خودش با این مرد عشق ورزی می کند. به هر حال این دخالت به زندگی شخصی یک نفر است و مردم امروز باور ندارن که اصلا پلیس موافق قانون و نظام کارداری میکند و اینم یک اثبات نقض قانونهای بشری و نقض قانونهای ازبکستان میشمارند آنها و به گفته آنها پلیس نباید این کارا کند و دیگر آنها میگویند که این کارها، این عملیات در زمان اسلام کریم خیلی زیاد بود و امروز دیگر زمان کریم گذشته است و میرزیایف نمیگذارد که آزادی های کشور شهروندان نقض شود و پایمال شود. همکارم سیروژین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد.